چقدر در مورد دوران مدرن نخستین توی ایران و همسایه‌هاش و افراد و به طور خاص روابط خارجی اون موقع میدونیم؟ چون میدونیم قبل از دوره صفوی ما حکومت‌های مستقل زیاد داشتیم، ولی حکومتی که تمام پهنه ایران اون موقع رو داشته باشه و حکومت قدرتمندی باشه رو نداشتیم، چون قبلش هجوم مغول اتفاق افتاده بود و بعدش حکومت نسبتاً قدرتمند تیموریان توسط همون نواده های چنگیز خان به وجود اومده بود و بعدش حکومت های ایرانی کوچیکی توی قسمت هایی از ایران شروع کرده بودن قدرت گرفتن. ولی قدرتمندترین حکومتی که توی اون دوره، حالا با جمع شدن بساط این حکومت های کوچیک و ایزن از بین رفتن و زوال حکومت باقی مانده های مغول روی کار اومد، حکومت صفویان بود که بهش توی تاریخ میگن دوران نخستین، دوران مدرن نخستین. حالا ما بخوایم مبدأ رو بررسی بکنیم، ما میریم یه سری چیزها رو تیتروار در مورد امپراتوری صفوی خدمتون توضیح میدیم. حالا قبلش، حکومت‌های قبلش رو اسم میبریم دونه دونه که گفتم به صورت متمرکز نبودن که پهنه سرزمینی اون موقع و فعلی ایران رو داشته باشن، هر کدوم توی گوشه‌ای حکومت میکردن، حالا جدای از ادامه حکومت مغول توی ایران. اولش همون تیموریان بود، گفتم که نسبتاً ایران و حتی اطرافش هم داشتند و بعد از هجوم مغول اومده بودن روی کار، مثلا اون نواده های مغول بودن. بعدش حکومت آققویونوها بود، بعد و حکومت شروانشاهان که اینا تو منطقه غرب و شمال غرب بودن بیشتر. حکومت مرعشیان بود که اینم دوباره شمال شرق میشه گفت. حکومت اتابکان لور کوچک بود که توی لرستان فعلی تقریبا وجود داشت، و حکومت مشعشعیان که اینم یه حکومت مستقل کوچیک بوده. اگه بخوایم از لحاظ تمدن، از لحاظ حوزه تمدنی و حوزه جغرافیایی بررسی بکنیم، پهنه حکومتی اون موقع صفوی امروز بخشی از کشور عراق، کشور جمهوری آذربایجان، کشور ارمنستان، گرجستان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، حتی روسیه، کویت، سوریه، ترکیه، بحرین و قطر رو هم جدای از پهنه سرزمینی فعلی ایران رو شامل میشه. صفویان هم میدونیم دودمان ایرانی بودن که از نسل صوفیان طریقت صفویه بودن که حدوداً 235 سال تو ایران حکومت کردن و مهمترین کاری هم که کردن این بود که مذهب اون موقع رو از سنی به شیعه تغییر دادن. حالا جزء چیزهای خیلی مهمیه که ما اولین بار وقتی اسم صفویان رو میشنویم به ذهنمون میاد و بعد مورد بعدی خیلی برامون معروفه، بازپسگیری بندر گمرون که تا اون موقع دست پرتغالی ها بوده توسط شاه عباس و تغییر نامش به بندر عباس. اینا معروف ترینش. حالا ما در ادامه چی رو بررسی میکنیم که روابط خارجی اینا تو دوران مدرن نخستین چی بوده؟ چه روابط خارجی داشتن؟ حکومت‌های اون موقع خیلی به روابط خارجی فکر نمی کردن و ما داریم اولین تاچ ها و اولین لمس ها رو با همسایگان رو توضیح میدیم. حالا بعدها توضیح خواهیم داد ولی با توجه به جغرافیای اون موقع، با توجه به تکنولوژی اون موقع، اولین
روابط خارجی معمولا با همسایگان بود، چون دیگه دورتر زیاد دسترسی نداشتن که رابطه داشته باشن. تو دوران صفوی اولین روابط خارجی که تشکیل شد و شکل گرفت و ارتباط گرفتن با مهمترین رقیبشون بود که عثمانی ها بودن. عثمانی ها توی غرب ایران قدرت گرفته بودن و حالا امپراتوری صفوی تو دوره‌های مختلف حکومت طولانی مدتشون روابط خارجی داشتن با این. روابط خارجی هم همش صرف این نیست که صلح باشه، قرارداد باشه، تجارت باشه. یه دوره‌های جنگ داشتن، مثل مهمترین جنگایی که تو ذهنمون هست تو تاریخ اومده جنگ چالدران بوده و جز معروفترین معاهداتی هم که داشتن که یه مقدار شرایط رو متعادل کرد معاهده صلح ذهاب بوده که تو سال 1639 منعقد شده بین حکومت صفوی و حکومت عثمانی. روابطی که با اروپا داشتن اصلا بر پایه مقابله با عثمانی‌ها بوده. یه سری کشور اروپایی اون موقع قدرت داشتن مثل پرتغال، اسپانیا، هلند، بریتانیا و فرانسه. ایران اصلا میخواست که با عثمانی مقابله بکنه، دنبال توازن قدرت بود توی منطقه، رفت سراغ کشور اروپایی. یه سری سفیرها اعزام کرد مثل مأموریت‌های دیپلماتیک که شاه عباس اول ترتیب میداد که خیلی هم استقبال شد. نماینده های اروپایی استقبال کردن کشور اروپایی. حالا جزو مهمترینش هم گفتم دیگه، شاه عباس اول برای تقویت روابط تجاری و نظامی با اروپا بندر گمبرون یا همون بندر عباس امروزی رو از پرتغالیا پس گرفت و اونو تبدیل کرد به یکی از مراکز تجاری مهم ایران. روابط دیگه‌ای هم که اون موقع داشتن صفوی‌ها روابط با هند بود. هند تحت سلطه امپراتوری گورکانی بود و یکی از شرکای تجاری مهم ایران بود. حالا تو این دوره که روابط خارجی ایران با هند مهم بود و خیلی قوی بود، یه سری مهاجرت‌های فرهنگی و مذهبی هم میان ایران و هند خیلی افزایش پیدا کرد و باعث شد که این برخورد فرهنگی هم اتفاق افتاد. یه سری اسمای مهم و افراد مهم هم که توی این دوره تاریخی صفوی نقش داشتن توی روابط خارجی، اسماشون رو ما به اختصار میگیم. حالا یه تفسیر کوتاهی هم در مورد نقششون انجام میدیم. طرف ایرانی شاه اسماعیل صفوی بوده که خیلی نقش مهمی داشته که تعاملات اولیه رو با عثمانی‌ها و اروپایی خودش شخصاً آغاز کرد. شخص دیگه که توی دوران صفوی روابط خارجی رو شروع کرد شخص شاه عباس اول بود. شاه عباس اول هم از بزرگترین و مهمترین پادشاهی صفوی که روابط خیلی گسترده رو با پرتغال و هلند و بریتانیا داشت. حالا قبلا هم گفتم روابط فقط بحثش معاهدات صلح و قرارداد و تجارت نیست. بعضا با یه سری از این کشورها بحث جنگ هم داشتن. حالا یکی از افراد دیگه هم که شاه نبوده و طبق تعریف اون موقع و حالا سفیر عنوان میگرفته، سفیر شاه عباس بوده، شخصی به نام حاج بیگ افشار که به دربار اسپانیا و پرتغال اعزام میشه برای تقویت روابط خارجی ایران صفوی با این دوتا کشور. شخص دیگه‌ای هم که به عنوان فرمانده ارتش و حاکم فارس میشناسیم، شخص اللهوردی خان، یه سری تعاملات داشته، حالا هم صلح هم جنگ با پرتغالیا که توی خلیج فارس مستقر بودن، نقش مهم داشتن و گفتم یکی از بندرهای مهم ایران به نام بندر عباس فعلی و بندر گمرون رسما تصرفشون بود و جزیره ها هم داشتن، خلیج هم در اختیار داشتن. شخص دیگه هم که دیپلمات ایرانی بود اون موقع تو بحث مذاکرات با عثمانی ها تو دوره صفوی، شخص میرزا شفیع تبریزی بوده که میرفته مذاکرات که با عثمانی ها داشتن رو اداره میکرد.
طرفای خارجی هم که توی دوران صفوی درگیر تعامل با ایران بودن برای روابط، شخصی بوده به نام پدرو تیشیری، اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم. مورخ پرتغالی بوده که خودش توی رفت آمد بوده و تعاملات پرتغال و صفویان رو تو اون دوره مستند میکرده، شخصا حضور داشته، مینوشته، تفسیر میکرده و یکی از منابع این تحقیق شخصیه که این دوره رو نوشته، مورخ پرتغالی پدرو تیشیریا. شخص دیگه ای هم که خیلی تلاش کرد تو اون دوره که پرتغال قدرتی بود برای خودش، قدرت استعماری بود، توی خلیج فارس خیلی تلاش کرد نقش کشور فخیمه خودش رو زیاد بکنه، گسترش نفوذش رو زیاد بکنه و شکست خورد در رغم همه کارهایی که کرد. فرمانده پرتغالی بوده با نام آلفونسو دلبوکرک، اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم. حالا دوره های دیگر رو بررسی بکنیم بعد از صفوی. تو چه دوره های ما ارتباطات گرفتیم، روابط خارجی داشتیم. دوره بعدی که ما ارتباطات خارجی داشتیم دوره بوده که خیلی برامون، اگر بگم غرور آفرین اشتباه نگفتم، و دوره مهمی بوده. دوران کوتاه افشاریه بوده که تو سال 1736 شروع شده و تو سال 1747 پایان پذیرفته. نادرشاه افشار خیلی تلاش کرد موقعیت ایران رو به عنوان یک قدرت بزرگ احیا کنه. میدونیم که لقبی که به نادرشاه افشار دادن توی تذکره های خارجی و نوشته هایی که در موردش هست، ناپلئون ایران، آخرین فاتح شرق، اینجوری عنوان شده ازش، که خیلی هم تلاش کرد، خیلی جنگ ها و گسترش قلمروها انجام داد و روابط خارجی رو رو پایه نمایش قدرت نظامی بنا کرده بود. یعنی عملاً با روسیه تزاری جنگ نکرد. حالا فرستاده های عثمانی که اون موقع اومده بودن، فرستاده های روسیه که اون موقع اومده بودن، فرستاده های بریتانیا که اون موقع بودن، اسمی ازشون توی تاریخ، اسم معتبری ازشون توی منابع تاریخی نیست، ولی داستان معروف رو شنیدیم دیگه که به نماینده روسیه امروزی، البته نماینده روسیه تزاری اون موقع، میگه که اگه نرین میام جاروتون میکنم و اینو در حالی داره گزارش میده به تزار روسیه، این فرستاده و نمایندهشون، که میگه نادر غرق خون بود، دستاش و لباسش خونی بوده. حالا روایت مختلفی از این خونه مربوط به چی بوده، روایت مختلفی هست، ولی این بحث قدرت نظامی و ترس انداختن تو جون دشمن جوری بوده که حکومت قدرتمندی اون موقع، که حکومت قدرتمندی مثل روسیه که اون موقع شمال غرب ایران و شهرهایی که تو منطقه قفقاز بوده رو بدون هیچ گونه مقاومتی ترک میکنه، اصلا به جنگ نمیرسه. یه سری قراردادهایی هم با عثمانی اون موقع میبنده، قراردادهای صلح. حالا چند دوره هم جنگ داشتن، یعنی تو دوره عثمانی ها پیشروی میکنن، تو دوره نادرشاه پیشروی میکنه، جنگ هم داشتن، ولی به صلحی میرسن که اون منطقه رو تثبیت میکنن به نوعی. تو دوره بعدی که خیلی مختصر بوده و بازم میتونم بگم که حکومتی که تو اون دوره بوده کل گستره سرزمینی ایرانی امروزی رو شامل نمی شده، دوران زندیه بوده که خیلی دوران همه چی آروم و خیلی دوران صلحی بوده، 1751 تا 1794. برخلاف دودمان قبلی افشاری، حکومت قبلی افشاری که سراسر جنگ و اینا بوده، که مثلا نادرشاه بره دهلی رو فتح بکنه، نادرشاه بره دنبال هوتکی ها و افغان ها تا افغانستان، دوران زندیه دوران بسیار آرومی بوده.
جز مهمترین روابط خارجی اون موقع که شخص خود کریم خان زند دخیل بوده و رابطه خارجی با انگلیسی‌ها بوده، یا بهتر بگم کمپانی هند شرقی بریتانیا بوده اون موقع، که توی اون دوره تو خلیج فارس حضور فعالی داشته. دوران بعدی که خیلی زیاده عناوین روابط خارجیش با کشورهای خارجی دوران قاجار خیلی حساس بوده روابطشون و درگیر بودن و همسایه بودن با 2 قدرت استعماری، مثل قدرت استعماری به نامهای بریتانیا که توی هند مستقر بوده و روسیه که کل شمال ایران رو احاطه می کرده، که قاعدتاً افتاده بودن به جون ایران ضعیف اون موقع که نه قدرت نظامی مشخصی داشت و توان اقتصادی مشخص و قدرتمندی داشت و بسیار ضعیف بود. افتاده بودن به جونش دیگه. روابط اون با روسیه اون موقع 2 جنگ مهم رو شامل میشه که جنگ ایران و روس هستش، اولی از 1804 تا 1813 و دومی از 1826 تا 1828 بوده، که در نهایت میدونیم منجر به از دست دادن بخشای بزرگی از قفقاز میشه. معاهدات گلستان و ترکمنچای که استقلال ایران رو به شدت محدود کردند و باعث شدن روس‌ها قدرت نفوذ گسترده‌ای توی امور داخلی ایران پیدا بکنن. موضع ایران رو ضعیف کردن دیگه بعد این داستان. روابطمون با بریتانیا چجوری بوده تو دوره قاجار؟ بریتانیا به دلیل منافعش که توی هند بوده به شدت دوست داشته روابطی که توی ایران داشته رو، حالا منافع خودش رو دوست داشته ولی به شدت فعال بوده اینجا. نفوذ انگلیسی‌ها تو دوران قاجار از طریق قراردادها مثل قرارداد 1907 و قرارداد تجاری که خیلی امتیازهای خوبی از حکومت قاجار ضعیف اون موقع گرفتن رو شامل میشه. روابطی هم با عثمانی داشتیم اون موقع توی دوره جنگ‌های مداوم و معاهدات صلح مداوم بودیم. یکی از معروف ترینش معاهده ارزرومه که معروف ترینشه. یه اتفاقی هم اون موقع افتاد که حالا بهش میگن بیگ گیم، بازی بزرگ، که میدونیم الان به تصرف ایران منجر شد توسط 2 قدرت بزرگ اون موقع، روسیه و بریتانیا، که ایران رو کرده بودن زمین بازی خودشون، که شروعش از همون ابتدای قاجار بود تا انتها که اصلا دیگه واقعا شرایط رو به منطقه خطر و خیلی بغرنجی کشوندن. حالا طبق منابع و مآخذی که من میذارم ته این مطلب نوشته شده که تو دوران احمد شاه تهران در آستانه سقوط بوده به علت روابط یکی به نل یکی به میخی که با قدرت سومی که اون موقع بوده، آلمان، میخواسته ایران برقرار بکنه. احساس نزدیکی فرهنگی داشته، حالا بحث احساس نزدیکی تاریخی داشته و آلمان هم بی علاقه نبوده. با توجه به گزارشات درست و غلطی که اون موقع بهش میرسیده میخواسته بیاد یه سری حرکت ها انجام بده و تو این بیگ گیم یه سهمی رو داشته باشه برای خودش و همین ها در نهایت داستان بی‌طرفی ایران رو به هم میزنه تو جنگ جهانی اول و باعث میشه اصلا به یه مرحله ایران میرسه که دولت ایران اعلام میکنه که احمدشاه قاجار شخصا داره تهران رو به سمت اصفهان ترک میکنه و دارن پایتخت رو عوض میکنن. حتی یه سری از برجسته ترین شخصیت های اون موقع مثل افرادی که ما میشناسیم مثل ملک الشعرای بهار و سیاسیون هم عصرش جوری بوده که علی رغم
این که اصلا علاقه‌ای به عثمانی نداشتن با توجه به جنگ‌هایی که داشتن و علاقه عثمانی به گسترش خاک خودش به سمت ایران داشته، علی‌رغم میل باطنیشون و این داستانا پا میشن یه سریاشون میرن سمت همدان و کرمانشاه، اون موقع که یک ذره قدرت‌هایی هنوز از یکی از تشکیلات نظامی اون موقع که ژاندارمری بوده که سوئدی‌ها توی ایران پایه‌گذاری کرده بودن بوده، با حمایت اینا پا میشن میرن با حمایت بیشتر عثمانی‌ها تو مرزهای عثمانی چند بار روسیه اینا رو عقب میرونه، چند بار اینا روسیه رو عقب میرونن و به حدی میرسه که 2 بار این دولت سیاسیونی که اسمشون رو گذاشتن دولت موقت تأسیس کردن، دولت موقت ملی، چند بار مجبور شدن از مرز ایران خارج شدن و رفتن خارج از ایران، دولت موقت رو نگه داشتن. ولی این به معنی این نبود که دولت مستقلی بودن، یعنی از روز اول که این دولت موقت زیر دستور و نفوذ شخص خود احمد شاه از پایتخت خارج شد، هر جا فعالیتی کردن اعلام وفاداری کردن به حکومت قاجار و احمد شاه. ولی در همین اثنا که میگم ممکن بود مثلا تهران سقوط بکنه به ما پایگاه، با توجه به تهدیدایی که روسیه انجام میداد. روسیه اومده بود تا نزدیکی هشگرد رسیده بود خورد از منطقه شمال غرب، یعنی رسما میترسیدن که پایتخت سقوط بکنه و کشور سقوط بکنه. ولی حالا تو آخرین لحظات روسیه میاد یه سری قولهایی میده، حالا بریتانیا هم پیشش بوده، نماینده بریتانیا، میگن که آقا احمد شاه قاجار چنین و چنان و چنین قول و چنین حرف که آقا شما از پایتخت خارج نشو، ما برمیگردیم، نیروها رو برمیگردیم، نگران نباش، ما قصدمون فتح پایتخت نیست و شما اینجا بمون. و احمد شاه قاجار حالا یه میشه گفت تصمیم هوشمندانه اون موقع گرفته، علی‌رغم اینکه این دولت موقت رو برنگردون، سیاسیون و رجال رو تو همون منطقه دورتر از پایتختی که خطر احساس میشد توش نگه داشت و فعالیتاشون رو تا مدتی حمایت کرد و زیر نظر داشت. خودش هم توی پایتخت حالا قبول کردیم وعده ها و وعیدهای دولت روسیه و بریتانیا رو، حالا کامل آلمان رو هم ول نکرد. آلمان هم اومد یه سری کارها انجام داد که حالا به نفع ایران بوده یا به ضرر ایران بوده یا خودش چه منفعتی برده، تو بحث سهم گرفتن از بیگ گیم بازی بزرگ که بین دوتا قدرت بودن با روسیه و بریتانیا، حالا اینو ما بهش نمیپردازیم. حالا اگه بخوایم یه جمع‌بندی از روابط خارجی دوره قاجار داشته باشیم همین بوده. حالا یه سری افراد هم اسمهاشون خیلی بولد هستش، خیلی مشخص هستش توی این روابط. حالا از ابتداش اگه شروع بکنیم، ابتدای دودمان قاجاریه، شخصی که معاهدات گلستان و ترکمنچای رو امضا کرده شخصا فتحعلی شاه قاجار بوده، شخصا نقش داشته و امضاش با این قراردادها هست. یه شخصیت اصلاح طلب، میشه گفت اصلاح طلب اون موقع، که ولیعهد بوده تو اون دوران و بسیار مقاومت کرده، بسیار تجددخواه بوده و بسیار معروفه توی تاریخ ایران، شخصی به نام عباس میرزا که خیلی تلاش کرد. حالا تلاشاش چقدر نتیجه داد یا نتیجه نداد، در نهایت فتحعلی شاه قاجار قرارداد گلستان و ترکمنچای رو امضا کرد. شخص دیگه هم که اسمش معروف، مشهوره توی فیلم ها، سریال ها، کتاب ها هست، سیاستمدار برجسته اون موقع بوده به نام میرزا ابوالقاسم قائم مقام فرهانی که تو مذاکرات دیپلماتیک شخصا نقش داشت. شخص دیگه هم که دوران قاجار میتونیم اسم ببریم ازش و اونم بسیار مشهوره و همه ایرانی‌ها تقریبا میشناسنش، نخست وزیر دوران ناصرالدین شاه بوده،
شخص امیرکبیر که کل هدفش از فعالیت روابط خارجی کاهش نفوذ خارجی ها توی ایران بوده. یعنی اشخاصی رو اعزام میکرد اروپا طبق همین روابط، می‌خواستن برن علم و فن از اونجا بیارن. تأسیس دارالفنون بوده. تثبیت حکومت شخص ناصرالدین شاه بوده برای اینکه آسیب‌ها رو کمتر بکنه. قدرتی که پخش شده بوده اون موقع بین نهادهای مختلف رو خیلی تلاش کرد بیاره زیر دست خود شخص ناصرالدین شاه و حکومت رو تقویت بکنه با هدف کاهش نفوذ خارجی ها توی ایران. حالا طرفای خارجی کیا بودن دخیل بودن تو دوره قاجار؟ شخص فرمانده روسی که جنگ های ایران و روس رو فرماندهی میکرد شخصی بوده به نام ژنرال پاسکوویچ که تو بحث قرارداد ترکمنچای و گلستان هم بالاخره فرمانده اون لشکری بوده که داشته این جنگ ها رو هدایت میکرده و فشار میآورده. شخصی بوده به نام الکساندر گریبایدوف که دیپلمات روس بوده که اونم مسئول مستقیم مذاکرات معاهده ترکمنچای بوده و این بنده خدا سرنوشت عجیبی داشته. خیلی آدم افراطی بوده، خیلی از بالا به پایین نگاه داشته، روس بوده و حالا توی بخشای بعدی به سرنوشت عجیب این هم میرسیم که در نهایت توی تهران توسط مردم کشته میشه. این عجیبه بنده خدا مرگش. حالا شخص دیگری هم که توی بحث روابط خارجی دوران قاجار خیلی اسمش رو میشنویم و توی سریال های حتی ایرانی هم شخصیت داشته و بازی میکرده و معروف شده، سرجان مالکوم هم دیپلمات بریتانیایی بوده که برای ایجاد روابط تجاری و سیاسی به ایران فرستاده شده بوده توسط بریتانیا و این هم فعالیت‌های گسترده‌ای داشته توی ایران که حالا توی این مجال نمی‌گنجه خدمتتون بگم. یکی از سیاستمدارهای دیگه‌ای که توی ایران حضور داشته به نمایندگی از بریتانیا لرد کرزن بوده که این هم خیلی نقش مهمی داشته تو بحث نفوذ بریتانیا توی ایران و اسمش توی منابع اومده. حالا بر این اساس بخوایم یه جمع‌بندی کوچیکی بکنیم، این اسم‌ها که گفتم بهتون نقشای کلیدی داشتن توی هر دوره‌ای که ذکر شد، از صفویه مبدأ تا قاجار خیلی نقشای کلیدی داشتن. حالا اگر بخوایم یه ذره پامونم فراتر بذاریم و بعد از قاجار رو هم نگاه بکنیم، متوجه میشیم که تو دوره پهلوی هم حالا تو این نمیپردازیم ولی توضیح کوتاهی میدیم که دوره پهلوی اول رسما نقش کلیدی امپراتوری بریتانیا و روسیه، نقش کلیدیش توی بحث انحلال سلسله قاجاریه و روی کار آمدن حکومت پهلوی خیلی پررنگه. یعنی شاید توی فیلم ها که دیده باشید خیلی منبع سهل الوصول یا بگیم یا تو کتاب ها شاید ندیدین، شخص سرجان مالکوم مستقیم نقش داشته توی ایجاد بستر حکومت پهلوی، افتتاح حکومت پهلوی بعد از انقراض سلسله قاجار. و توی دوره بعد از رضا شاه، حالا نگیم بعد از رضا شاه، اون دوره که رضا شاه رو داشتن پشت سر میذاشتن تو بحث تصرف ایران دوباره توسط دو تا قدرت استعماری روسیه و بریتانیا، عملاً بازم بی‌طرفی ایران زیر سوال رفت. بازم به خاطر تمایل حکومت ایران، شخص پهلوی اول و افکار عمومی ایران به سمت آلمان هیتلری، بازم اینجا براشون دردسر ایجاد شد و باعث شد که حالا یکی از دلایلش بود کامل نمیشه انداخت کردن اون
یکی از دلایلی بود که باعث شد دوباره تاریخ تکرار شد و باعث شد روسیه و بریتانیا ایران رو تصرف بکنن و پهلوی اول رو از حکومت خلع بکنن و پهلوی دوم رو بذارن سر جاش. حالا یه ذره اگه بپردازیم به پهلوی دوم متوجه میشیم که حالا در اوایل حکومتش اتفاقاتی در سطح جهان به چی میشه گفتش، به میزبانی ایران، کنفرانس مهمی که با حضور رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر انگلستان و شخص استالین توی ایران توی سفارت روسیه بوده و جنگ‌های ریز و درشت دیگری که و اتفاقات ریز و درشت دیگری که تو اثناء جنگ جهانی دوم تو دوره آغاز پهلوی دوم اتفاق افتاده رو خب دیدیم. حالا توی مجالهای دیگر در موردش صحبت میکنیم، ولی با گفتن این بحثا میخوام به اینجا برسم که یه خط هم بهتون بدم. بعد از دوره انقلاب سفید توی پهلوی دوم عملاً اتفاقی که افتاده بود، وزارت امور خارجه اون موقع اصلا عملاً تشریفاتی بود، چون شخص محمد رضا شاه پهلوی دوم خودش اولین و مهمترین نقش رو توی روابط خارجه ایران ایفا می‌کرد و شاید اصلا تو بعضی از مذاکرات و سفرها اصلا وزیر امور خارجه هم نمی‌بود، یعنی میرفت خودش مذاکرات رو انجام میداد، معاهدات رو میبست، فقط یه کار تشریفاتی و اداریش میموند که وزارت امور خارجه انجام میداد. چیکار کردیم توی این مطلب؟ ما روابط خارجی ایران رو از دوره صفویه که میشه دوران مدرن نخستین تا آخرین دوره معاصری که میبینیم و به چشممون آشناست تا دوره پهلوی و پهلوی دوم رو بررسی کردیم. به نسبت سلسله مراتب حکومت‌ها رو ذکر کردیم، اشخاص و افراد رو گفتیم و توی اینا خیلی اشخاص و اتفاقات و بازه‌های تاریخی هست که میشه بیشتر بررسیشون کرد. ما منکر این نیستیم، ولی حالا توی مجال‌های دیگر و قسمت‌های دیگر این دنباله و مطالب اونا رو هم خدمتتون عرض خواهیم. بنده احمد محمدی هستم، محقق و علاقه‌مند به تاریخ ایران و خوشحال میشم اگر دوست داشتین مطلب رو اشتراک گذاری بکنید، لایک بکنید و سابسکرایب بکنید که انگیزه بشه برای ادامه این مطالب. اگر انتقادی بر مطالبی که بنده عنوان کردم دارید کاملا وارده، چون بنده متخصص صرف تاریخ نیستم، عملا یه محقق مستقل هستم و علاقه‌مند به تاریخ هستم. اگر انتقادی هست، اگر اشتباهی گفتم، اشتباهی ذکر شده، اشتباهی شما تشخیص دادین، چیز بیشتری میخواین اضافه بکنید به چیزهایی که گفتم، خوشحال میشم کامنت بذارین، برام بنویسید که بنده اصلاح بکنم. بازم اگر مشکلی بوده، بازم اگر کاری رو انجام دادیم سهوی بوده و عمدی نبوده و خیلی خوشحال میشم اشتباهات بنده رو بهم بگین که انشالله اصلاح بشه. خیلی خوشحال شدم که تا آخر این پادکست یا تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.